سوالی گیومتریک کنیم. راسخونجه داریم. طرفهایش 3 سانتیمتر و 6 سانتیمتر و همون راسخونجه با دو کوادرات جدا کرده شد. سومه پریمتر کوادرات رو واسطش رو با چند برابر است. بیاین یک تصویر کنیم. راسخونجه 3 و 6 کتک حساب کنم. فرض کردیم که این راسخونجه دادش ما همین است. 3 و 6 و کوادرات چی بود؟ این راسخونجه و کوادرات این همه طرفهایش برابر باید برابر باشه. یعنی کوادرات های ما به 3 به 3 باید شود. بیاین رقم شمونه چی است؟ برش 3 و درازیش 6. برای کوادرات واسطشونش با دو کوادرات جدا کنیم. یعنی از بین باید بریم. یعنی دو کوادرات از در اینجا ما داریم. یکم کوادرات و دویم کوادرات. جدا کرده شد. سومه پریمتر کوادرات رو به چند برابر است. پریمتر چی بود برای کوادرات؟ اگر ما کوادرات دلخواه اگر گیریم همه طرفایش برابر. پریمتر کوادرات به جمع همه طرفها یعنی 4a برابر می شود. اگر کوادرات ما در اینجا همه طرفهایش به 3 برابر شود، 3 و 3 یعنی پریمتر این کوادرات چند می شود؟ 12. لیکن از این کوادرات ما دوتا داریم. این کوادرات هم 12 می شود و در آخر سومه پریمتر کوادرات ها به 24 سانتیمتر برابر می شود.